أنا على يقين. من یقین میدانم که اونا زندگی کلانند به خدااند. اونا دین الله را طعنه میزنند. اونا عیبدار میکنند اهل بیت پیامبر را از علی سر کرده تا حسن العسکری مهدی خالی تولد نشد. اونا اونها را عیبدار و لعنت میکنند و طعنه میزنند. اونا اونها را میگویند حیوان وحشی، پشه، اشتر، زنبور. چی موند دیگر؟ چی موند؟ و بعد اونا میگویند ما مسلمانیم، ما اسلام را پهن میکنیم، به اسلام دعوت میکنیم. کدام اسلام با؟ کدام اسلام با؟ على كل شو يقولون؟ چی اونا میگویند آخرین از این مسک؟ أنا أقول ختامها الزفت. آخرین شرک آوردن به الله. بالله تبارك وتعالى. قال أبو عبد گفت ابو عبدالله، این تفسیر اونها، گفت ابو عبدالله نسبت به این آیت و خدا گفت دو معبود را فرا مگیرید جز این نیست که وی معبود یگانه است، پس از من بترسید. امامشان گفت دو امام را مگیرید جز این نیست که وی یک امام است. این در تفسیر البرهان. دوم و بجز خدا چیز را می پرستند که برایشان نه سود دارد و نه بر آنها زیان رساند و کافر بر مخالفت پروردگار خود خمپشت شیطان است. در تفسیر الکمه کافر این عمر و وی همپشت شیطان است، ضد علی، رب علی، خدا علی، خالق علی، المدبر علی. الله در کجا؟ من نمیدانم. اینا کی را عبادت میکنند؟ من نمیدانم. طيب. سیوم و نامهای نیک از آن خدا است، پس او را به آن نامها بخوانید. گفت ابو عبدالله والله نامهای نیک مایم، به وی الله قبول نمی کند عملهای بنده‌هاش الا به معقول دانستن ما. آخرش و آن که مسجدها مخصوص برای خدا است، پس به خدا هیچ یکی را عبادت مکنید. از صدق گفت در حقیقت امامها از اهل بیت محمد است، نگیرید امامها را غیر از اینها. این در تفسیر البرهان و از صافی. این خلاص آیا ما میتونیم گفته بعد همه اینها که این آدما در دین اسلامند؟ من فکر میکنم این سخنها بسنده است برای دانستن بیخدایی و کفر این شخصها و فلاکت اونها در تفسیر کردن آیاتهای قرآن. نگاه کنید. اولین این شخص به نهایت نزدیک خمینی است. وی میگوید من بنده خیدر. البته این در بین شیعه ها عادت است. اونها علی را عبادت میکنند، در حقیقت الله را نه. بعد وی کسل سرطان شده مرد. اما بینید وی چی میگوید؟ وی میگوید من بنده خیدر. حسین راه تو راه مستقیم است. مادر تو زهرا ارحم الراحمین، زینب مالک یوم الدین. اگر این عبادت به انسان نباشد و از دین خروج نباشد به اتفاق امت، پس چی کفر می باشد؟ این از اساس تشیع حاضر زمان. این را عالم های شیعه پنهان می دارند از شیعه های عامه و از مسلمان های عامه. مهدی مالک زمین، همه اینا اونها گرفتن از صفتهای الله، نوشته علاوه کردن به مرده ها. اونها را یگان تاش به این دنیا علاقه ندارد. نیست محمد مگر علی. لا اله الا زهرا. آیا شما دیدین اقلا یک بار یک دی عالم شیعه را که این را مذمت کردگیشه؟ چگونه که آنها مذمت میکند اهل سنت را شب و روز؟
لا اله الا الزهرا. اگر این کفر نباشد پس چه کفر می باشد؟ این از عیب وهابی ها، این از عیب سنی ها، برای که اونها عقیده توحید برداشته برنده دعوت میکند مردم را عبادت کردن به الله واحد الاحد. او حیدر خالق زمین و آسمانی. اونا علی را پرستش میکند، اما علی اونها و مانند اونها به تعلق نداشتند. حیدر رازق کل سما. او حیدر تو بنده الله و خدایی. نخود که این کفر نباشد. در نهج البلاغه هست اقلا یک تا این سخن ها. آیا این شیعیان؟ اینها زندقان باطنیان، اونها دین ندارند. در زمان حکمرانی فاطمی ها اونها کشاد تحقیر میکردن پیغمبرها را، چگونه که شیخ الاسلام ابن تیمیه گفتند. برای همین من به شیعه ها میگویم بیدار شوید، بیدار شوید برای ویران کردن اونها و نجات یافتن. این مردم عوامونو سیافتش پروش کس ندارن. من الحمدلله نماز میخونم میخیزه میره. اینم اگر که به شرطی که من برای شما نفهمونم که بچهای خوب شما از شیعه پرهیز بکنید که شیعه دشمن است. کشتگی شیعه را نخرید. روافیزه از قفاش در مذهب معظم از قفاش خوندن درست نیست. این فتوای بلد حرام، فتوای مکه و مدینه. یک باب داره که از قفای روافیز نماز خوندن درست نمیشه و مذبوحش هم حرام است کشتن. خوردگیش حرام است نمیشه. این همی سخنان رو که شما نشنوید شما کجا عقیده را کجا میگیرید؟ و بعد عقیده اهل سنت و جماعت از دوره خلافت حضرت علی کرم الله وجهه بیشتر تا حاضر ما با چی داریم؟ ما ضدیت داریم. در عقیده ما درست نمیواییم. ما چه خیلی وارد دوست داریم که صحابه پیغمبر خدا را بغیر چهار تاش همش کافر بگن. ما چه خیلی شیعه را دوست داریم که او بگن که جبریل خطا کرد. باید علی دم میآورد محمد آورد. چه موارد دوست داریم؟ ما شیعه هم دوست نمی‌داریم، خدا شاهد است. و کسی شیعه هم تعریف میکنه دوست نمی‌داریم. شیعه او ترابیسته. کسی شیعه را از منبر تعریف میکنه او ما دوست نمی‌داریم. برای چی؟ برای که من احب قوما فهو منهم. کسی کدام قومی را دوست بدارد هم قدیمه خیزه. خدا شاهده که کسی شیعه را تعریف میکنه ما دوست نمی‌داریم. شما هم دوست ندارید. شما جایی که صحابی موندگی، اهل سنت و جماعت موندگی، کسی شیعه را تعریف میکنه اما رو دوست می‌داره؟ نه دوست نداری شما. خودش دوست می‌داره. برای دوست می‌داره خود میکنه که ما شما دوست نمی‌داریم. ما شیعه را دوست نمی‌داریم و کسی شیعه را تعریف میکنه او را هم دوست نمی‌داریم. هم ماشین همین. مولا علی قاری حنفی میگه که قاعده روافیز نشانه داره بشناسید. ای منبر فقط صحابی رو تنقید میکنه. مولا علی قاری میگه نشانه میگه که شیعه را بشناسید شما. از منبر رسول اکرم صحابی را فقط تنقید میکنه. شما بشناسید میگه نشانه روافیز. سوال: آیا رافضی ها با 73 فرقه که پیامبر علیه السلام ذکر کردگی بود و همان فرقه ها می درآید؟ نه، عالم ها ذکر کردند که اونها به 73 فرقه نمی درآید و رافضی ها و جهمی ها و قدری ها از شخصان هستند که انکار میکند علم الله را. برآمدند از 72 فرقه و برای آن که این 72 فرقه بدعتچیان او رافضی ها، جهمی ها و قدری ها کافرند. برای آن که رافضی ها صحابگان را تکفیر میکند و فاسق بودن گفته عیبدار میکند. در آن وقت الله آنها را تعریف کرده و آنها را تقوادار بودنش را گفت. و این عیب کردن الله را به دروغگویی و کسی که سخن الله را دروغ گوید و کافر است. و این چنین رافضی ها عبادت میکند اهل بیت را، این شرک است. و این چنین آنها سخن الله را دروغ میحسابد درباره قرآن محافظت شدگی و میگویند 3 قسم قرآن محافظت نشد، همه این ردای. این چنین قدری ها میگویند که الله نمیداند حادثه ها را قبل از شدنش. اونها کافرند و جهمی ها هم کافرند. از 72 فرقه میبراید. همین خیلی تصدیق کردن اهل علم. شیعه ها آدم های بینهایت ناخوب، تمام کرده شده، آدم های لعنتی هستند. اونا صحابگان را، صحابه های محبوب ما را منافق میگویند. 5 تا صحابی از اونها نجات مییابد که در وقت جنگ
علی با معاویه بود، چقدر صحابه ها یگانه صحابه نجات می‌یابد. ماندگی همه رو منافق میگویند، منافق بودند. عایشه زانیه بود میگویند، والله اینا میگویند و در کتاب‌هاشون نوشته شدگی حتی به روسی معاوضه کردن اثر کردند در حق عایشه. در یوتیوب هست. الله اونها را نابود کند و ان شاء الله یگان تای اونها را نمیماند. همان به اطمینان رسانده شده دشمن‌ها همه وقت در یگان تاریخ نیست که شاه همراه ما ضد کفار جنگ کردگی باشد. وقتی که کافرها بیاید اونها همه وقت کافرها که ضد ما جنگ کردن اثر میکند. به اختیار مثال من عراق امریکان‌ها هجوم کردند، شاه چی کردند؟ همراه امریکان‌ها در اول امریکان‌ها شده ضد ما جنگ کردند. سنی‌ها را میکشتند. به طور عادی پاسپورت و پروا را تفتیش میکردند. اگر نام تو عمر باشد تو را میکشتند. عادی برای کی نام تو عمر تو را میکشتند. اینقدر امریکان‌ها کافرها این خیلی چیزها را نمیکنند. والله اونها چقدر چیزها کردند. اونجا 100,000 خون مسلمان‌ها و فقط یک جنگ در عراق با اونها چیزی که در سوریه روی میدهد آنها را شیعه کردستند. علوی‌ها به اینها مغلوب‌های تمام شدند. اونها میگن علی الله. والله با گوش‌های خودم شنیدم. من با آنها میگویم دلیل بیار. اونا میگن صدق الله العلی العظیم. این از دلیل میگن. علی نام الله. اونها میگن علی بزرگ. علی میگن این خیلی ترجمه میکنن. عموما هیچ چی رو عمل نمیکنن. یگان قدر آداب ندارن. این خیلی شرطی ها که میگردن. مردها زنها حجاب نمیپوشند، نماز نمیخونند. انا اینها حکمرانی میکردن در اونجا. برای همین وقتی که به حکومت علاقه میکردن چه خیلی این دولت اسلامیه، برای آنکه اونها کافرن و این شخصا در سوریه این چیزها را کرده ایستادن. اونها 10,000 مسلمان ها را میکشند. در اونها ترمز نیست. یگان خیلی وجدان ندارن، ناموس ندارن. در پادشاهی روسیه کافرها ضد ما جنگ میکردن چند سال، 100 سال ها. وقتی که امام شامل را اسیر گرفتن اونها او را آبروش نریزاندن کو، پاره نکردن کو. اونهایی که حاضر پیدا شدن در اونها عموما نیست. میگن بگو لا اله الا بشر، یعنی بگو نیست خدا مگر بشر، یعنی پرزیدنتشون در نظر دارن. این کفره. در یوتیوب زبط هست سبحان الله تا سرش گرانیدن. بگو میگن لا اله الا بشر و ایران نگفت و لا اله الا الله گفت و ایران زنده گرانیدن. حاضر این روح داده است. در عراق اینا کرده بودن و کرده ایستادن و حد همه را در سوریه کرده استند. اونها میگن ایران این جمهوری اسلامی، اینا برادرهای ما، این یک رویه اسلامه. نه این حتی به اسلام نزدیک نمیبیاید. شیخ ابو اسحاق الحوینی هست، صورت اونها را میکشاید. والدین ما کلان سالان اونها نمیدونن. اونها ممکن فریب خورن که اونها مسلمانن یا در یگان مذهبن. یکم اونها بین‌های مذهب بسیار دارن. اثناعشریه، اسماعیلیه، زیدیه، جعفریه، در اونها مذهب بین‌های بسیار است. با یک امامیه این مذهب دولت اونها. شما تصور کنید شیخ ابو اسحاق خودش میگه پرزیدنت ایران ایرانی ها را، شیعه ها را تبریک میکند به روز قتل عمر. اونها بیرام دارن روز قتل عمر ابن خطاب و پرزیدنت تبریک میکند. و ابوالعلوم مجوسی آتش پرستی که عمر ابن خطاب را کشت در وقت نماز و مقام دارد، آرامگاه و را زیارت میکنند. والله بالله این حقیقت مشهور. این شکل مخلوق او را الله خوار کرد، لعنت کرد. مجوس آتش پرست عمر ابن خطاب را کشت. اونها به وی آرامگاه ساختند و زیارت میکنند. روز قتل عمر در اونها بیرام. این آدم ها به این جمع بیایند، الکی نزد محاجکالا یک طرح زمین خریدن. اونها مرکز مدنی میسازند. بعد کتاب ها و دیسک هاشون را دادن سر میکند. ما باشه مسلمان ها گوشت یک دیگر را میخوریم، یک دیگر را علاو میزنیم، اونها باشن کار میکنند. در عقیده اونها تقیه هست، منافقی. یک چیز را گفتن دیگر فکر کردن. وای به تو میگه ما عمر را نغز میبینیم با چهره خنده. وای وقتی به خانهش مهمان شدی به پیالت ممکن توف میکنند. والله اونا توف کرده به تو میتیان، برویت میخندن، از قفات نفرت میکنن. به نهایت دشمن صد وقتی که به چهرت میخنده تو نمیدونی و این خیلی چهره حقیقتش نشون نمیتیه. منافق. این امریکان‌ها فهما پرید آمد برای کشتن ما که وای دشمن ما، وای را کشتن در کار، خود را حمایه کردن در کار. اینهایی که در بین ما تاقی پوشیده مسجد میروند، این خیلی دشمن ای کی تو وای را قبیده نمیتونی. آبکی مثلی خمیلیون. نگاه کنید فریب نخورید.